یک استراتژیست نابغه جنگ و یک تماس مخفیانه با ژنرال‌های عراقی. یک راز ممنوعه که معادله صدام حسین رو به هم ریخت. زمستان 1360 در قرارگاهی نزدیک خرمشهر، زمانی که همه سربازان شکست را از قبل پذیرفته و در انتظار مرگی از سوی عراقی ها بودند، ناگهان ایده خطرناک و دیوانه‌وار به ذهن ژنرال 22 ساله ایرانی خطور کرد که بیشتر به فیلم‌های جیمز باند شبیه بود تا یک عملیات نظامی. ژنرال ایرانی با یک دست بیسیم و با یک دست آنتن در حال برقراری ارتباط با سران عراقی بود. پشت بیسیم با یه لهجه عربی گفت: السلام علیکم، بنده با ژنرال احمدی صحبت میکنم. وضعیت در محور شرق چگونه است؟ چرا گزارش وضعیت را برای من نفرستادید؟ افسر عراقی که فکر میکرد با مافوق خودش صحبت میکنه شروع به شرح وقایع کرد. موقعیت دقیق نیروها، تعداد کم تانک ها و حتی روحیه ضعیف سربازان عراقی. این اطلاعات مثل یک کلیدی بود که قفل پیروزی عملیات کبیر فتح المبین رو تنها در 3 روز زد. پرده برداری از جنجالی ترین افسر عالی رتبه ایران که با افشای اطلاعاتی از سوی سرویس جاسوسی اسرائیل یک سوال رو در ذهن ملت ایران جای گذاشت: سردار سپهبد باقری یک نابغه نظامی که خواب را از چشمان آقای نتانیاهو گرفت یا یک جاسوس اسرائیلی؟ اینجا رسانه تاریخی، تحلیلی و ملی گرایانه میکائیل. احتمالا شهادت سردار سپهبد باقری یه سری از دسته ها رو خوشحال و یه سری از دسته ها رو غمدار کرده، ولی ما امروز اینجاییم که واقعا از زندگیش پرده برداری کنیم. برای اینکه بتونیم موضوع رو بهتر بیان کنیم باید به سال 1333 برگردیم، زمانی که برادر بزرگتر حسین باقری یعنی حسن باقری متولد میشه. حسن برادری بوده که عامل اصلی موفقیت و کلید راه حسین باقری در رسیدن به درجات عالی نظامی در ایران بوده. یعنی میشه گفت حسین در واقع اومده بود تا جای پای حسن رو پر کنه، به مراتب پله های نظامی رو طی کرد تا تونست قبل از شهادتش به عالی ترین رتبه و فرد دوم نظام ایران بعد از آقای خامنه‌ای تبدیل بشه. اگر تهاجمی به کشور صورت نمیگیره صرفاً به خاطر بازدارندگی کارآمدی است که در برابر این تهدیدها وجود داره. حسن تو یکی از روزهای سرد زمستونی 25 اسفند 1334 در یکی از محله‌های متوسط و نرمال تهران به نام سید نصرالدین در خانواده متدین و با ایمان به دنیا آمد. پدر حسن یه آدم ساده زیست و کلاً دنبال روزی حلال برو بوده. آقای حاج محمد افشردی. حاج محمد افشردی 2 پسر ارشد داشت، حسن باقری، حسین باقری. مطمئنم الان یه سوال بزرگ تو ذهنتون به وجود اومده که خب چطور فامیلی پدر افشردی بوده، فامیلی پسر باقری؟ آیا فامیلیاشون عوض کردن؟ نه، سخت در اشتباهی. باید گوش کنی، ادامه داستان جواب سوالتو میگیری. فقط تا این حد بدون که افشردی روستا داخل استان آذربایجان شرقی از روستای ترکخیزه و میشه گفت اصالتاً برادران باقری ترک هستن. حسین باقری 1 سال بعد از حسن متولد میشه و اینا با هم تو سر و کله هم میزدن تا به مرور بزرگ و بزرگتر شدن. حسن باقری که برادر ارشدتر بوده، 1 سال بزرگتر بوده، خیلی نبوغ زیادی داشته در یادگیری و درس، به طوری که همون اول میفرستنش یه مدرسه خوب، مدرسه منتظری یا همون شاپور سابق دوران پهلوی. حسن خیلی میدرخشه، یکی از شاگردای ممتاز و دائمی شاگرد اول بوده. به مرور که میگذره یه دونه کارت آس دیگه رو میکنه و تو سن 12 سالگی کل قرآن کریم رو از بر حفظ میکنه. در واقع حسن داشت از روزهای اول پله های موفقیتشو
برای خودش میچید تا بنای موفقیت و ساختمون موفقیت رو برای خودش بسازه. استعدادش هم داشت، آیکیو بالایی داشت، نبوغ بالایی داشت، به طوری که تو سن 16 سالگی وقتی که هم سن و سالاش دنبال کمک درسی، دانشگاه، کنکور خوندن بودن، این همون سال دانشگاه تهران رشته مدیریت بازرگانی قبول میشه. من سلام عرض ederim öz hemşehrilerimizə, Təbrizlilər, Azərbaycanlılar inşallah ki sağlam olsunlar, موفق olsunlar و o cür ki indiyə حسن باقری هرچی سنش بیشتر میشه فعالیت‌های سیاسیش بیشتر میشه. برای مثال قبل از اینکه انقلاب بشه، قبل از سال 57، حسن یکی از عنصرهای کلیدی بود در سازماندهی تظاهرات، سازماندهی نیروهای انقلابی و یک کلید اصلی در همون محله‌های خودشون داخل تهران بود. یه چیز بگم که تعجب همتون رو به خودش برمیگردونه، اینه که حسن زمانی که 19 سال داشت، در روزهای آخر منتهی به انقلاب، زمانی که سفارت آمریکا رو تسخیر کرده بودن، برای محافظت ازش یه ایده میده. جوون 19 ساله. ایدهش هم این بوده که از لوتیا و اراذل اوباش جاهلای تهران برای حفاظت کردن از سفارت آمریکا و همون انقلاب اسلامی استفاده کنن، که خودش یه ایده خیلی خیلی انقلابی توی اون زمان بود. جمعیتی که به هر دلیلی یا فریب خوردن یا مزدوری کردن و به خیابان آمدن، شاید به حدود 3 در 1000 جمعیت کشور برسند. پس از انقلاب 57 حسن باقری به عنوان خبرنگار و دبیر بخش خارجی وارد خبرگزاری ایرنا یا همون خبرگزاری پارس سابق میشه و همچنین تسلط بالاش به زبان انگلیسی و عربی باعث شده بود تا مردم انقلاب یه دیدگاه خاصی بهش داشته باشن، چون میتونه از یه رسانه و یه زبان برای بیان کردن و رسوندن انقلاب 57 به کشورهای دیگه و کل جهان بشه. در ادامه به بررسی بخش سیاسی زندگی حسن حسین باقری میرسیم، ولی یه نکته‌ای که همه درش موافق هستن سبک زندگی ساده این دوتا برادر بوده. همکاراش تعریف کردن که همیشه با یه لباس ساده، کل تایمشو با یه دست لباس و یه کیف ساده و قدیمی به محل کارش می اومده و برمیگشته میرفته. طی چند سالی که در خبرنگاری کار میکرد. زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شده بود، تو سالهای اولش که نیرو انتظامی و سپاه منسجمی وجود نداشت، یه سری گروه‌ها مثل کمیته های انقلاب اسلامی وجود داشتن که توی منطقه های مختلف به صورت خودمختار امنیت اون مرحله ها رو، امنیت اون محله ها رو تامین میکردن. حسن باقری همون اول به کمیته ها میپیونده، ولی به مرور زمان با یه سری از شورش ها و ناامنیایی که بچهای کرد و پژواک توی منطقه کردستان و کرمانشاه به وجود میارن، این کمیته ها به مرور انتقال پیدا میکردن به کردستان تا در مقابل این نیروها قرار بگیرن. حسن هم یکی از این افراد بود که دست برادر کوچیکتر خودش یعنی حسین باقری رو میگیره و با هم به کردستان میرن. اینجا اولین فعالیت‌های نظامی حسن حسین باقری بود که باعث ایجاد تجربه‌های زیادی در این افراد شد، تجربه‌هایی که در آینده خیلی بهشون کمک کرد. به مرور بعد از این جنگ کردستان یه جنگ اساسی و تعیین کننده تو ایران به وجود میاره و اونم 8 سال دفاع مقدس و جنگ با صدام حسین در عراق بود. حسن حسین به صورت نیروهای خودمختار دست هم دیگر رو میگیرن و مثل دوتا برادر میرن تا از محله و میهن و کشورشون دفاع کنن. اونا تو جنگ آسیبای زیادی رو میبینن ولی تجربه‌های زیادی به دست میارن. خود حسن باقری که یه لول از حسین باقری بالاتر بود، چه از لحاظ آیکیو چه از لحاظ تاکتیک های نظامی، تونست به سرعت توجه فرمانده ها و سلسله مراتب نظامی رو به خودش جلب کنه، به طوری که پس از یه تایم کوتاه به عنوان یکی از فرمانده های میدانی جنگ تبدیل بشه. نام اصلی اونها افشردی بوده و البته احتمالا خیلیاتون فکر میکنید به دلیل فعالیت‌های سیاسی که داشتن، فعالیت‌های اطلاعاتی که داشتن، برای اینکه این اطلاعات داخل جبهه خودشون بمونه و به دست دشمن نرسه، اومدن از نام مستعار باقری استفاده کردن. ولی یه روایت قشنگ توسط خود محمد حسین باقری مونده برامون که میگه من سالهای اولی که به جبهه به اهواز و خوزستان رفته بودم، به من همون اول گفتن ما باید تو رو با عنوان محمد حسین باقری صدا کنیم، یا همون محمد باقری که همه با این عنوان میشناسیمش. خود محمد مخالفت کرده و گفته من دوست دارم با همون نام حسین افشردی پرچممون رو ببرم بالا، پرچم روستای افشرده ببرم بالا. ولی به خاطر شباهت چهره‌ای که حسن و حسین با هم دیگه داشتن، حسین نامو نمیپذیرفته، ولی حسن از همون اول قبل برادرش نام اطلاعاتی حسن باقری رو بر خودش انتخاب کرده بود.
و به خاطر شباهت چهره‌های زیاد این دوتا به هم دیگه، حسین باقری هم برای اینکه هویت برادرش فاش نشه مجبور به قبول کردنش میشه. حسن و حسین افشردی به حسن و محمد حسین باقری تبدیل میشن. و همین روزا بود که یه اتفاق تلخ میفته و زندگی این دوتا برادر از هم جدا میشه. سال 61 بود که حسن باقری به شهادت میرسه، ولی حسین به مرور زمان سعی میکنه تا بیاد و جای برادر خودش رو در میدان بگیره. حالا میریم سراغ بخش اصلی داستان، یعنی حسین یا همون محمد حسین باقری. محمد حسین باقری در 18 سالگی جذب سپاه شد. به گفته خودش وقتی که دانشگاه ها تعطیل شد به سپاه رفتم و ثبت نام کردم. یه هفته بعد با من تماس گرفتم، مصاحبه کردن و بعد از مراحل مصاحبه روز اول استخدام منو رو صندلی نشوندن و گفتن که کارهای مصاحبه سپاه انجام بده. در اون زمان من هلوش 2 ماه کار مصاحبه و گزینش انجام میدادم و توی اون زمان مصاحبه از بالاترین مقامهای گزینش سپاه بود. به مرور زمان جنگ ایران و عراق هم شروع شد و من و برادر بزرگترم حسن باقری به جنگ رفتیم، ولی حسن به خاطر نبوغ نظامی که داشت مورد توجه فرمانده‌ها قرار گرفت و پله‌های پیشرفت و یکی پس از دیگری طی کرد. منم پشت سر حسن ادامه میدادم و توی سپاه پاسداران پیشرفت می‌کردم. یکی از حاشیه‌ها و ابهام‌های زندگی آقای باقری تأثیرش در عدم موفقیت کودتای نوژه یا همون نقاب بوده. کودتای نوژه یک کودتایی بوده که چند سال بعد از انقلاب توسط سران ارتش حکومت پهلوی که در حکومت جمهوری اسلامی پذیرفته شده بودن و مشغول به کار شده بودن اتفاق میفته. اینا میان یه نقشه میکشن که طی یک شب با هواپیماشون میان صدا سیما بیت رهبری و امثال همو بمبارون کنن. بعد این خلبانا وقتی میان نقشه ها رو میکشن و از نیروهاشون میگیرن، چند تا عامل برای شکست این کودتا اتفاق میفته. این کودتا اگه اتفاق میافتاده که خب 100% جمهوری اسلامی شکست میخورده و دوباره احتمال زیاد همون حکومت پهلوی برمیگشته به ایران، محمد رضا شاه پهلوی، ولی خب شکست میخوره. دلیل شکستش چند مورده. یکیش میگن آقا این انقلابو کیا لو دادن. یه سری از افراد و نیروهایی که داخل کودتا شرکت کرده بودن رفته بودن نشسته بودن پیش خانواده‌شون، تعریف کرده بودن فردا ما می‌خوایم بریم بمبارون کنیم مثلا صدا سیما رو. این خانواده ها هم زنگ زده بودن به کمیته های انقلاب اون دوره، به سپاه انقلاب اون دوره، گفته بودن آقا داستان از این قرار. اونا اومده بودن کدبست تحویل گرفته بودن، عاملای کودتا رو کمونشون رو پاره کرده بودن. ولی یکی از عاملای اصلی لو رفتن کودتای نوژه رو میگن آقای باقری بوده. در گفته‌ها و تئوریا میگن آقای باقری برای اینکه بتونه جای پاشو توی اطلاعات سپاه صفر کنه، وقتی خبرهای کوچیک و حاشیه‌های این ور اونوری از انقلاب و کودتای نوژه میشنوه سری میاد گزارش میکنه به سپاه و طبق این گزارش‌ها کودتای نوژه با شکست مواجه میشه. خب هنوز 2 وجه وجود داره، آیا آقای باقری این کارو کرده یا نه؟ قضاوتش هم با خودتونه. نخستین منصب جدی آقای باقری در سال 1380 به عنوان مسئولیت اطلاعات عملیات نیروهای زمینی سپاه و همزمان معاونت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح به آقای باقری سپرده میشه. آقای باقری طی این 12 سال روز به روز به مسئولیت‌ها و مأموریتاش اضافه میشه و در نهایت به خاطر وفاداری و احترامی که به نظام جمهوری اسلامی گذاشته بود به مقام سرلشکری میرسه که یک روند غیر معمولی بوده، به خاطر اینکه اکثر ژنرال‌ها فرمانده‌های نظام جمهوری اسلامی اول به فرماندهی ارتش، سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح میرسیدن و بعد به سرلشکری میرسیدن، ولی آقای باقری قبل از فرماندهی‌ها و ستاد نیروهای مسلح به سرلشکری رسید و خب چیز غیر معمولی در سلسله مراتب جمهوری اسلامی بود. سال 91 بود که آقای باقری به پله یکی مونده به آخر قدرت نظامی ایران تبدیل میشه و به فرمان آقای خامنه‌ای به معاونت ستاد کل نیروهای مسلح میرسه و البته 2 سال بعد با برکناری آقای فیروزآبادی صندلی ریاست ستاد کل فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو بر خودش میخره. آقای باقری در سال 96 تا 97 با قراردادایی که با آقای اردوغان و ریاست جمهوری پاکستان میبست اتمام حجت خودش رو برای قدرت اول نظامی منطقه به تثبیت میرسون. با گذر زمان توجه آمریکا و اتحادیه اروپا به آقای باقری جلب میشه و به دلیل اتهاماتی که از سوی خودشون با آقای باقری وارد میشه اونو تحریم میکنن و ورودش رو با خاک اروپا ممنوع میکنن. حالا شاید بپرسید چرا تحریم میکنن؟ به گفته خود سازمان اتحاد اروپا و
کانادا و آمریکا، آقای باقری به دلیل نقض حقوق بشر و بی‌توجهی و بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری در جان انسان‌ها تحریم شده و نمیتونست پاشو به خاک اروپا، آمریکا و کانادا باز کنه و تمام اموالی که در این کشورها داشت مصادره بلوک و به دولت انتقال پیدا میکنه. ولی آقای باقری هم کم نمیاره، یه ویدیو از خودش میگیره میفرسته، پشمای اروپایی‌ها میریزه، آمریکایی‌ها میریزه. داستان از چه قرار بود؟ آقای باقری برگشته بود تو ویدیوش گفته بود همه اموال این شخص مصادره و بلوکه بشه توسط اتحادیه و آمریکا و برای خرید زغال سنگ برای مصرف شخصی در زمستانا مورد استفاده قرار بگیره که خب مورد توجه رسانه‌ها و فعالان سیاسی قرار گرفت این پیام آقای باقری. در نهایت در سحرگاه 23 خرداد 1404 منزل مسکونی آقای باقری مورد حمله موشک‌های اسرائیلی قرار گرفت که به همراه همسر و دخترش کشته شد و این آخرین برگی از زندگی نامه آقای باقری بوده. پایان ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر تقارن پیدا کرد با عید طبیعت و عید نوروز، عید باستانی ما ایرانی ها و من توفیق پیدا کردم برای مأموریتی به استان فارس آمده بودم. امروز تونستم از مجموعه عظیم و باستانی تخت جمشید بازدید بکنم. این ایام رو با همه هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سال خوش و پربرکتی رو آغاز کرده باشن و انشالله سال خیر و نیکی برای همه ملت ایران، سال آرامش برای ملت ایران باشه و همه آرمان‌هایی که در اینجا دیدیم. از کسی که خیلیا اونو قدرت اصلی منطقه و عامل ترس آقای نتانیاهو و اسرائیل از ایران میدونن، قضاوت با خودتونه. این بود از اپیزود آقای باقری. درود کوچیک شما هم میکائیل.